سلام بچه های عزیز، امروز جاتون خالی. ما کلی توت چیدیم. ببینید شاتوت های سیاه ریخته اینجا. ما کلی از این درخته چیدیم، خیلی داشت، این معلوم نیست. یه عالمه از این شاتوت مشکی ها چیدیم با یه عالمه قوره. جاتون خالی، کلی قوره هم چیدیم. آره من که یه ظرف آب از خونه مشتبه آوردم، یه شاتوت ریختم تو آب خوردم. اینم دهنم هم دستم سیاست. جاتون خالی. سلام بچه های عزیز، خوبین همتون؟ ما از صبح یه عالمه توت سیاه چیدیم، حسابی خوردیم، دستا سیاه، دهن سیاه. جا همتون خالی. آره دیگه الان داریم میریم سمت درختای گیلاس. آره داریم میریم سمت درختای گیلاس. دایی فرادم اونجاست داره میره. دایی بای بای کن. دایی فراد کجا رفت؟ دایی فراد داره با سرعت میره. دهنم خیلی قرمز شده. دایی فراد داره با سرعت میره، میگه زودی بیا، خیلی خسته شد طفلک. آره جای همتون خالی. خدافظ. دایی فراد اونجاست، نگاه کن، میبینینش؟ داره میره جلو. ناز. فعلا بای بای، خدافظ. فراد داره با سرعت میره، مهلت نمیده که من بیام. بهش میگم صبر کن منم بیام، خودمو برسونم. اینجا وایستاده روهاش. جای همتون خالی. بچه های عزیز، ما آمدیم گیلاس بچینیم. دایی فراد رفته به درخت داره گیلاس بچینیم. ببینید چه درخت گیلاسیه، خیلی جالبه. دایی فراد اون بالاست. کیسه رو برده داریم چی؟